برج طغرل یکی از بناهای تاریخی ایران مربوط به دوره سلجوقیان در قرن 12 میلادی می باشد. این برج در میان باغی سرسبز در شهر ری در حومه جنوبی پایتخت ایران تهران واقع شده است. این سازه به عنوان یکی از جاذبه‌های تاریخی و دیدنی شهر ری به حساب می‌آید. ارتفاع دیوارهای این برج به 20 متر می‌رسد. ضخامت دیوارها هم از 1 متر و 75 سانتی متر تا 2 متر و 75 سانتی متر متفاوت است. قطر داخلی و خارجی این بنا به ترتیب 11 و 16 متر می‌باشد. این برج آجری 20 متری آرامگاه پادشاه سلجوقی طغرل بیک می باشد. شهر ری تا پیش از ویرانی به دست ارتش مغول‌ها در اوایل قرن 13 میلادی به دستور طغرل بیک مرکز اصلی حکومت سلسله سلجوقی به حساب می آمد. این بنای تاریخی که از گزند مغول‌ها در امان مانده است، نشان دهنده سبک معماری زمان سلجوقیان است. برج طغرل ویژگی‌های خاص خودش را دارد. به عنوان مثال، مرکز این برج محل سخنرانی است و در گذشته در مرکز می ایستادند و برای حضار سخنرانی می کردند. از این مکان همچنین به عنوان تلسکوپ برای رصد کردن ماه و ستاره ها در شب استفاده می شده است. دو در ورودی برای این بنا در نظر گرفته شده است. یکی از قسمت شمالی و دیگری در بخش جنوبی برج. مثل باقی بناهای آن زمان بر فراز برج طغرل نیز گنبد مخروطی وجود داشته که بر زیباییش می‌افزوده است. گنبد بر اثر یک زمین لرزه سقوط کرده و از بین رفته است. روی سطح خارجی این بنای استوانه‌ای کنگره‌هایی با زاویه‌های حاده وجود دارد. بعضی معتقدند برج طغرل یک ساعت خورشیدی است که طبق انعکاس نور آفتاب روی هر یک از 24 کنگره موجود روی دیواره خارجی زمان دقیق روز را به نمایش می‌گذارد. 24 کنگره سمبل 24 ساعت شبانه روز است. امروزه این بنای کهن تاریخی توسط علاقه‌مندان به فرهنگ، هنر و تاریخ ایرانی مورد بازدید قرار می‌گیرد. برج طغرل در سال 1310 به عنوان بنای ملی به ثبت رسید.